گوجوش میترسم چجانم چی چو نه کی رنگ سرخ گو نه ما میبینم میدونی با خدا اینی خوب میزنه ها نمیکنم نه صابونه گره نیزور برو ما گرفتیم Hey merduma megan geriye nakın me ayaye Hey kay aya dukay neme şavad gabayt khonda Tu dil manami yo vina yo iraqati سلام و درود به همه مخلصان صادق و غمخوری کانال پیشصف تیوی. میدونم که برنامه ما رو به صبرانه انتظار بودید. بله، برنامه یونیورسال لیدی است. پیشنهاد شما. تشکر برای انتظاری و قدرشناسیتان. گروه جدید کانال ما آماده است که برنامه نوبتی رو نیز با بخش‌های بسیار جالب و رنگین و اشتراکچی خوشخیران پیشنهاد شما نماید. نیست عاشق یک هوس بازی دیگه تیکه تیکه پاره پاره نشکنی با قلبی ماره دوری من است در زمانت بخیالت فقط تو عاشقی فرهنازی. ابوزی خبر دیگر انتقال مبلغ از روسیه به تاجیکستان، ازبکستان و قرقیزستان با کارت دبیتی تینکوف بلک به کمیسیون خیلی آسان است. برای گرفتن آن داشتن شهروندی روسیه مهم نیست، تنها با استفاده از پیوند در توصیف بوده درخواست می‌گذارید و کارت را در هر جایی که روسیه که هستید به شما می‌رسانند. کارت یکچند برتری‌های مهم دارد. با این کارت شما می‌توانید با رقم تلفن توسط برنامه به کمیسیون به تاجیکستان، ازبکستان و قرقیزستان مبلغ روان کنید. در برنامه در حال خواهید دید که چقدر مبلغ به گیرنده با پول ملی به کمیسیون پنهانی می آید و گیرنده می تواند به بانک نرفته این مبلغ را استفاده برد. شما می توانید بانک را با زبان دلخواهتان استفاده برید. برنامه بانکی و بانکمت‌های تینکوف با زبان تاجیکی، ازبکی و قرقیزی کار میکند و خدمات دستگیری بانک باشد با زبان‌های تاجیکی و ازبکی است. این کارت اینچنین با دیزاین جالب و نقش و نگار خاصه ما دسترس است. پیوند در توصیف بوده را پیگیری کنید. کارت دبیتی تینکوف بلک را درخواست نموده از همه برتری های آن استفاده برید. سلام علیکم. چه شما؟ سوز. درست. تمام؟ چه شما ناز؟ سلامتی خوب؟ زندگی ها اینه که اومدن شاهی درواز بوده. چه؟ سلامتی ناز؟ نصرانی ناز؟ تماشابینان بسیار عزیز، همیشه در زیر کامنت ها در یک سال اخیر همین است که فرهناز رو دعوت کنید و اینک فرهناز بسیار هم بناز آمد. من فکر میکنم که لایحه برنامه همکاری های اولین ما با پیشصف نیست. آینده باز همکاری خوبی دیگر در پیش است. ما رو بسیار پیراهن زیبا رنگش ماشین نو مبارک باشد. خیلی در داخلش باید تبریک میکنیم بعد دلش صحبت در داخلش. از این فضای بسیار خوشروی دوشنبه شهر نازنین همراه فرهناز، یک دختری خیلی بناز و تناز که امروز زنگوله اقبال در دست اوست. واقعا زنگوله محبوبیت و در اوج شهرت است و امروز این دختر بسیار نازنین را همه شما در فضای دهه در برنامه یونیورسال لیدی میبینید. ما رو همسفر باشید و بهترین لحظه را با ما ببینید. خوش دیگه همه ناز رحمت کارو خوب خیلی دیگه دامو تویو نبینیم میشه دیگه. بسیار خوب ما بسیار خرسند میشم که امروز میبینیم اینقدر پیشروی و تراس دیگه در همه تا یک سال اخیر بسیار تکانی جدی داد که همه کارهای جدیت کلیپات سرودات من بسیار خرسند شدم و ماشینچه هم مبارک باشد نصیب کند از تگش فقط شمال گذارد. در رسوم تاجیکی یک و یکو روبینک میگن که میدونی ها؟
рубинак мо рубинак мошин та овардем. این روبینک برای ماشینت سلام روزای نغز در پوشه احمد زنده باشه آباد باشه. خب به ده میریم ها؟ چند که کروی ده را نکدگی بوده؟ راستی بعد از ویزه شدن راستی عایشه فکر دارم میگم که من برم جمعه چیکار میکنم دختری بهنر نیستم دختری پرهنرم پروسته چند سال شد مقصد بسیار کار نمیکنم رو به تنبلی آورده کار میکنی کارهای ایجادی نه؟ هم کار ایجادی نه کار خانه را کمتر میکنم در خانه کار میکنی؟ بگم نمیکنم خیلی یاد ندارم که کی کرده بودم کار آخران بارا کارهای در دهه بوده گیر از نشتم در خانه کار میکنی؟ امرا گفتم در خانه یاد ندارم کار کنم در خانه کار نمیکنی؟ به حد ارکشیدم و همین حسی ارکگی در تعلق احساس می شود برای که من چند روزه که سیامکار ای روز به ای روز موندم ای روز به ای روز و امروز روز سیم اینه راست راستی من همین روزم گفتم که با دیگر روز مانیم با دیگر روز مانیم که پرویز گفت تو مرا کشتنی چیکار کردنی من باید مقصد قطعی اکای بردین دوستم مناسبت ها ویران نشود مناسبت ها ویران نشود گفتم خیلی خانه کردگیم نمیبینین خوش روی گل ورش گفتگی خوش روی فرهنگ جان شما این برنامه یونیورسال لیدی را تماشا کردگین من تماشا کردگیم نه که صحبتاشون نه دیدم من فقط همون کارکنیاش تماشا کردم همون جای قزقشه ها با اطراف این ماشینی نبود مبارک چه و گفتیم این چه چند سومه اگر مخفی نباشد کدام سال چه چه بگم نه ماشین داشتم بله ماشین آودی داشتم همراه چی کردم ماشین پسکی بود فروختم با مو خاطر ماشین بالان گرفتم بعد ماشین دن حواس نداشتم گفتم ولی ولی بر وقت گفتم بعدتر میگیرم چند ماه پس گفتم میگیرم موقع راستی موقع چیزی دنیا دا چه بگم ذوق نداره ذوق ندارم نه که همه ماشین ما که فروختم مردم ما چه خلای ایست کردن اوست کردن گپ کردن که گویا که ماشین کسی بود و گرفت و همه خیلی نه که ماشین هیچ کنه بود ماشین حقی ما بود مالی ما بود رزقی ما بود از ای ما بود مقصد ما فروختم یا ماشین بالا گرفتن نبودم بعدم خیلی قطعی پرویز صحبت کردم گفتم که بیا خیلی مقصد ایو دا زور شب بگیرم بالانتر بله دیگه هم خیلی گرفتم ماشین نه که قریب یک ماه میشه ماشین گرفتن ولی یا اون کسی گفتگی نیستم داجه مادرم درک نداره یکم تماشاگران برنامه ما میبینن نه بله فرهناز با رنج روور پسلد مدل با یک رنگ نیابچنی ای چم نسین یا کبودی بلنده بردوی خمیلیون نه خدا باورم کنن اهمیت ندادم بسیار زیبنده بسیار خوشرو نصیب کند زنده باشین نرخشم با فیلم که پلی کمتم نیست بله و سروده که در یک سال اخیر فرهناز بسیارتر با مردم معرفی کرد و محبوب کرد زی عشق تشدم به فرح بسیار همین گپشم جوری زی عشق تشدم به فرح نه که خودت امروز زی عشق کسی به فرح نمیشه لیکن زی کار دهه انیخی به فرح میشه نه ممکن از فکر دارم که جامعه چیکار میکنم اگه ما خود میپذیم توقع چه توقع با لبوخ میتونه یکم کشتی تیرماهی میگم بکنیم چی بکنیم کشتی تیرماهی چه کشتی تیرماهی یکم زمین جفکنیه یکم پابله یکم کاری نه که من کدگی خیلی همون را میگم تو قریب همه کارا کدگی کارایی را کردن در کار که من بخشش در موبایل گفتن نکردین دمی حیات همه این نمودی مهنت کردم مقصد که مادرم پدرم مهنتیان کارگری دولت نیستن چی میگن خوجگی دارم بله ما 6-7 سال شدمی شهر دوشنبه زندگی میکنم پیشایی در وای بودم واسه در ناحیه واسه زندگی میکردم پرویزی خیره از همه چیزا دورم اگر نه 5-6 سال پیش من در درن چی بودم
نمی جفت گاو مال اگرات آه. باغ پدر من بسیار نقض میبینه همی خوجگی داری کار را. بله کارهای خوجگی را بسیار نقض میبینه بعد مسئله گاوجوشی چخنه که از شرطهای اساسی ما می شرط گاوجوشیدن است میدونید گاوجوشی میترسم نمیشه که با ما میگم گاوی میزدگی را بیارم که و نتونی برای که تی قوقا کورا ما میدونم که میتونی بسو دختری مبارز چقانی پرسته همه گاو میترسم نه که کار میکنم که نترسم کار میگم همه اکای بردین یا فعل دارم این خبرم بله اکای بردین یا فعل دارم که در حیات یگام کارا نمیگم که این نمیتونم یا که نکدم همه چیزی را نکده باشم یا مقصد نتونسته باشم با پیش میرم که هم کارا یاد بگیرم بتونم ده هیچ جا نمیگم که هم کارا نمیتونم میگم میتونم نه که من کارا میکنم ای عهدهش میبرم احسن گاو جوشیدن یک بار گاو جوشیدگیم ترسیدگیم نمیدونم ما باور دارم که همه برنامه ما بسیار یک برنامه جالب میگذره با خاطر که تو خودت بسیار دختر شوخ طبیعتی باز در رفتی برنامه با همون شوخی های نمکین برنامه رو باز زیباتر میکنه نصیب چی کنه یک با فرهنازی بسیار هم نازنین با ناز و تناز گل دختری که امروز محبوبیتش سرحدها رو عبور کرده است اومدیم به یک دهه بسیار زیبا دهه 8 مارت در شهر وحدت خلاص ما رسیدیم به موضع درکاری فرهناز بسیار نازنین رو دعوت میکنیم برود پیراهن کاری خود را بپوشد و بیاید کار را شروع کنیم نه تمام میپوشم بعد کارو رو سر میکنیم تمام ما رو هم سفر باشه چیکار کنم انتخابی خودت نبیش خوی لباس مخصوص برای کار شینم زیبا رنگش هم بسیار به خودت زیبنده ما بسیار اهمیت میدم فرهناز جان در بسیار برآمدهای در این محفل‌های بخت مخصوص در محفل‌های بخت با پیراهن ملی بسیار برآمد میکنیم رو مولک رو فراموش نکرده ما از این بسیار افتخار میکنیم و تمام تاجیکان دنیا میبینن امروز فرهناز رو با یک پیراهن بسیار زیبا در یک فضای زیبا در یک دیاری آباد و آرام فکر میکنیم بسیار خوشنود میشوند نه اکنون آهسته قدم می‌نهیم به سوی کار میلیون ها نفری که فرهناز رو دوست می‌دارن و فقط با ناز و عشوه در کلیپ هایش می‌بینند اکنون امروز در دهه با کارهای بسیار سخت می‌بینن فرهناز رو و من باور دارم که فرهناز یک دختر مبارز است و از عهده تمام کارها میبراید نه من نمیدونم برای چی این اعتماد و این باوری در من است برای چی برای که من ده همه جا میگم که من دختری دهاتم دختری قشلاقم از این قوقا کار نمیترسم هراس ندارم بسیار خوب من امروز همراه این قدر تماشابینان سرشمار این لایحه‌ای که 5 سال می شود و اینک بازم فرهناز اولین بار در برنامه بانوی پرهنر بخشای بسیار جالب ما رو انتظار است ما رو همسفر باشد دوستان عزیز باری اول در برنامه یونیورس لدی یک بخش بسیار جالب جمع‌آوری پرس‌هایی که در اینجا بسته شدند همراه فرهناز به سر زمین ها می رویم پرس‌ها رو جمع کرده برای ذخیره زمستان چهارم میاریم ما با خود نراش دمی چیزی من نوبتی من نشان داده من عذاب داده این چی قصدی داشتن برای در سر زمین گشنه نماندن ما با خود انگور نان آب گرفتیم
دوستان عزیز آمدیم به سر کار دهه دشت شور. سر کار چگونه است؟ البته کار مردم دهه در فصل تیرما، فصل پاییز همین است که جمع آوری نمایند، همه غله و دانه و همه هر چیزی که کاریده بودند. و اینک این جمع آوری خوراک چاروا برای ذخیره زمستان است و در اینجا زنها و مردها البته کار میکنند و فرهناز خوشبختانه سر کار در وقت طلایی کار آمد و اینک شاخین رو میدیم. اکای شفیار با کاری خودش شروع می شود و فرهناز باشد با شاخین کاری این مرد نگرو چی میگن سبک میکند. شروع میکنیم بخش اول رو. رفتیم راست کن آفرین جرا جانم جرا انا اوكي آفرین خوب بعد از اون که پرسو آماده می شود البته پرسو را باید که جمع گیر کرد و به خانه برد و اینک فرهناز بالای ماشین می براید. بچه‌ها یاردم میکنن، همه کس ما یاردم میکنیم. شروع که در بالای ماشین پرسو را همین گونه چینده میبریم به خانه. میبریم رفتیم. مهنت شرف است به مثل فامیلای فرهناز. tak خیمون بیا بچه پایانده پدواد میکنیم میگیره میشینه. رفتیم. خوب این باری اول است نه؟ نه بشخی باری اوله پرس چیندن یکم باره در برنامه ما هم همین کار یکم باره این خیلی بداخی همین ممن داگون اگر اگون اشولا هم زمزمه کنی خفه نمیشه دایی ممن دیگه اشولات نمیخوره اکای بردیم وای ممی غلطم بیا ای استا داوید یا که توی به استاپ در حقیقت فرهناز دختری مبارز بده باور که ای رفته نکاد غبار بگیرد دل من سرگیریه زار بگیرد دل من مردم میگن گریه نکن می آیه مردم میگن گریه نکن می آیه کی آید و کی نمیشود گبایت خونده جزیری های آفیزه کی آید و کی قرار گیره دلی من حاجی بالای ماشین هم میشینی پرسور را میزنیم تا خونه را میروی او جا میخنبانیم بخش اول تمام هم خیلی حالا ده
نه گفته هستم آفیزی رو بس کن. نه پدوات کدام بگی اتیاتا یودا یو وای میکنی پدوات کرد وای خدا جونم نقاط بو که بردینه کار کردی کار کردی کار هم کار بله 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 بس نیست بس نیست بس بیا تماشابینان بسیارم اخلاصمند کانال پیشصف تیوی برنامه بانوی پرهنر بخش اول بود. شما از بخش اول دیدید که چخیل از صحرا برای جمع گیر کردن پرس ها جمعوری خوراک چاروا برای فصل زمستان بود و که این کار البته در دهه اصلا اگر خیلی بگیریم کاری مردان است، لیکن در بعضن اویله‌ای هست که شاید مردان در مهاجرت مهنتی یا که در دیگر جا هستند این کارو زنان قوی اجرا میکنند و مثل فرهنازی بسیار قوی ما که در نگاه بسیار نازک میتواند لیکن باطناً بسیار قوی بوده است. من بار دیگر باورتون اقرار شدم به خدا گپ نیست. این بخش اول که اینقدر با نیرومندی پس سر شد دیگر بخشو در پیش هنری فرهناز با فیلم که هیچ چیند ها بسیار از اون دادی خسته نشدی؟ بفره نشدی؟ بفره شده فرهناز دیگر نمیگوید که زی عشق تو شدم بفره برای که موج دیدم کروشا که چخیل نیرومند خسته این بخش اول بود میگذاریم به بخش دوم. بعد اون چرا دهنی خورد بخرا ایرا هینی خورد دلم داد تازد نکه ایما با خدا مرا میزنه ای ایالی کامیرا نکنه یگان چیزش بتنی رای خیلی نمیجوشی. دوستانی بسیار آمیزدمند این بخش دومی برنامه یونیورسال لیدی است با اشتراک بانوی همه طرفه و پیشصف فرهناز بانو محبوب دل شما و اینک بخش دوم با جوشیدن گاو شروع می شود. یک گاو بسیار اهل و نازنین و بزیب اینجا انتظار است که فرهناز بیرود و او را بجوشد. خب خواهش میکنیم سطل را بیارند.
خب ستیل آب خیلی نازکیشه علاقه خودت میدونی چی کن در کار یگون دشوار تشکر پرویز جان اونا بعداً در کار میشود خدا میزنه او بزن میگذاره نه کی رنگ سرخ گو نه میبینم میدونی با خدا بیا گون چی دیگه نه برا اول این مرا بزن میگذاره با خدا میترسم گون بیا یگون باش نه بیا یگون کتر نه من شوخی کردم برا وای چیزا بگی بیا من میترسم سریوزم کامراش بیا وای که پرویز بیا قطی میسی خیلی نه رئیسور ای پیش کامera رحمت پرویز جان تشکر زیاد نزدیک من بخرخ شو دوبنا ای دختر بگینو پیش نمونوش بگی کمردی وظیفه بخدا اوس ببرا بخداش این گوسالانه که آوازش بس نشد این گوسالا همیه با فکر ما چه شب رو بردیم برای همون وایکدستان آواز بلند کستن تو دختری قشلوقی چخی میترسی این خیلی گو آمد گلی نیست بخباز تک بخب اول نه بیا نقب ای چی نمیگه گوی اهلا هر روز میجوشن شا بجو شنش او تک بخب اول با دستی راست انا میخواه بخب انا او پایو را بی بند نمیخدا ای چی نمیگه فرانوز او سگا انا میخواه آفرین قپیدی بس پاچه ده من خدا میترسم بسم الله الرحمن الرحیم بیا او سگم بشو او زدیم برمی ستر میزدیم نه خور در کافری ای خگوی اهل بدن ای هم شکمش سر میکده ای چی نمیگفته نگاه کن انا آفرین چه جانم چی چو شبی انا بشو انا مونده که دوشه تمام اجازت داد دوشه رفتن چه جان انا تا بزی من چو شبی انا گوش که او سگ برزه تمام پول شدی انا که ساتلامون او سگ بشی نه ترس دیگه تمام میزنه ها نمیکنم نه یا ساعت بجوشون نه ایجا تمام نمیزنه انا گفتم وای نمیزنه وای پوچش اسکات ای هش بخوردن نه من گوشی بخدا ای هشش بخوردن نه پرسا من تمام میشه ساتلامون به هر دستا دستا بجوش تست از من جوشی زور میشه باید تام خالی نغمه کنیسی دو پیش کافو رفیسته پوچش سگ بزا بگو عقیب کم میکنن بس هیچی نمیگه ایجا تمام ای اهل دیگه تمام بشو بشی تمام یعنی لرزم گرفت بانم خیلی انا اجازه داد تمام که رفتیم به هر دسته دوشه بخیر دستا او چه این فقط قریش خنبه فقط فکرش در خردن بوده ایره میدادش دیگه هیچ نمیگفته رفتیم آفرین آفرین انا انا زد من بخدا چخزا اینا زد نه خودت بخدا با پوچش زدم اینا یا برگه با پرو میگه بزنم نه هیچ نمیگه ای 100 گرم هست مرا زد یا پیولاغ خلم بجوش یا انا دیل شیو دیل بیو تو دیل میلیون ها را یفتگی یا گو چیه تمامش خورد انا نه یا میزنم نمیزنه فرانوز این پرو دا وپشه نمیزنه فرانوز یا هم تر زوتیان حاجی مرا نمیزنه کی زد؟ رفتن این هم یه خودش فشنشی ترسیده با ما ایونی من یاش اخی زنکو قد سر کرد و را مردکو قد نباره انا دیدی انم خیلی نوازش کده ما علت دیست کامرا شور میسه انا میکنه تموم
دیدی هیچ نمیگفته ای گو نمیکنم من دیگه نمیکنم دل من کار میمونه یا بار سه بار بسم الله الرحمن الرحیم گفتم یا دفعه بسم الله الرحمن الرحیم بگم یاد بشی پدودید نکی کم مخلص اما میدونن که تو میتونی این بعدمش کم کم بازی کرده سه همیار نتیتر آفرین کی بردین این غمای دو دگی تمام یادم نمیاد نزن من بخرمت نزن من بخرم من بترسم تشکر رحمت فراناز جان از جذبه ای گوی ذاتی ما باور نداشتم تو میتونی نکی آفرین احسن تماشابینان بسیار هم عزتمند ببینید فرهناز چگونه جرأت کرد توانست که بجوشد مهمتر از همه جرأت در این بخش برنامه غالب آمد نه بس از آن که 2 مرتبه حمله کرد به فرهناز لیکن فرهناز جرأت کرده نه تنها با انسان ها حتی با همین حیوان هم معامله خوب در جای اول میستد معامله و در بخش دوم بهایش را 5 پلوس خطی کلاس ها و لایکاش میگذاریم این بخش دوم بود میگذاریم به بخش سوم دوستان بسیار هم عزتمند و قرین ما برنامه بانوی پرهنر است بخش سوم و بخش سوم بازم یک از مشغولات های زنهای ده البته این هم باشد تپه کردن که فرهناز میگه من خیلی یاد کردم تپه کردن رو به همین خاطر نخون نگذاشته است که تپه کنه در این برنامه و اینک آب تیار شرایط همه 100% لوکس در تپه کردن برای فرهناز شرف آورد اینک شروع میکنیم بخش سوم را اکی بردین میره اکی من اجا توبت میکنی تمام من گاو زده درک نیسته یک کورس لیچنی اصلا سزن اکی خوبه یک کورس لیچنی اینو میمون انا نفذوش انا ملایمکش انا بجاف این دست یه هفته نه صابونه گاره نیزور برو مگه رفتیم انا اردالله کده رفتیم خوب خانش از انا فرهناز این خیلی دخته کی دوره اوف ای بس خب ای انا خانش از انا خیلی دختر ده منم یاد کردنات معلوم شد که چه تپک یاد کرده انا جمع گردکش میکنیم یا یعنی مش میکنیم اینا که باید بدوزی و خوی نه خودش داره کو شید انا نمخه او انا کنه جای اونجا بیومونیم شو میشه اینم میشه انا میشه ها تا گفرین انا دیدی چه نی خرید مایده چه او برز میونه نه اگر برای فرهناز با فکرم که اگر 30 دقیقه وقت بدیم نه کم از 200 تپک میکند نه من گپ ندارم راستی گپ فرهناز تا این حد پرهنر بودنش رو نمیدونستم چون خیلی بناز برآمد میکنه از عشق تو شدم بفره فقط و ذکر رو بفره نشدیم بفره شدو دوستان عزیز این بخش سوم برنامه بود با اشتراک فرهناز نازنین یادرس میشم که سرپرست برنامه ما تینکوف بانک است که توصیه میدیم از خدمت رسانی های وسیعش ثمرناک استفاده برید و برای معلومات بیشتر به سلکه زیر ویدیو وارد شوید این بخش سوم بود میگذاریم به بخش چهارم در کرده که بخش چهارم چگونه جریان می‌یابد البته ما در میان همین پخته‌های سفید طلای سفید قرار داریم که فصل زرین را یکی از فصل‌های چیدن پخته میگویند و فرهناز
در پیش دیگر بخشی که کرد فکر میکنم این بخش 2x2 است نه بخش چهارم بخش چیدنی پخته است فرانوز خسته نشده بفره هم نشده наоборот ма ҳаловат энергия гирифтаст дар ҳақиқат ман мебинам ки ҳатто баъд аз он болои мошин гов тапак гап нест бахши чорум аст чидани пахта амаги 5 дақиқа вақт медиҳем дар 5 дақиқа чанд қадаре ки ғайрат кард меравем навбаста аз оне ки ту мақсад чанд сол дар деҳа будӣ این بخشایی که امروز در برنامه کردی قریب همش باری اول بود نه؟ همش ما خدمت برخص نه ما مخصوص خطی پرویز خواستیم یک بخشایی رو برای شما پیشنهاد کنیم که تو نکرده باشه تپا گوجوشی خیلی بوده نه؟ تپا کردگیم گو یا بردوشتگیم نه که تپاک بسیار کردگیم پخته کنجیدگی نه که هستیم؟ کنجیدگی هستیم قطعی خدارمتی مومم آسانه یا کنجیدن؟ در زمستان وقت پیچکای گرم در گرمی میمونیش به هم خیلی؟ هم خیلی میکنی؟ با فکرم این نمیوشه گوه میدادیمو این حوض موسیم شد میخپش میکنه نگاه که دیدیم یاردم من یورا باینو بعد بگه توی قرضار میشه میدونی؟ 50% سکت که مسئله توی پوی گپ چه فقط قد پرویزه یا؟ قد پرویز بعد از اون بخشای بسیار هم دشوار طور گفتیم بخش پختچینی بسیار راحت بود به همین خاطر ما میدونستیم که میتواند 5 دقیقه می در 3 دقیقه علاقه ببینید چی قدر زیاد چین و احسن میگویم بازم به فرهناز به بانوی پرهنر و اگر مراسم جایزه سپاری شود به فکرم که همه طرفدار فرهناز میشوند بار دیگر خوش آمدی فرهناز بفره نمیشود عشق کار بفره نمیشود و بازم بفره نمیشود پرست نمونده خوب این بخش چهارم بود میگذاریم با بخش پنجم تماشابینان عزتمند من باور دارم که شما این برنامه رو دستگیری میکنید با دوستانتون روان میکنید لایک و کامنت رو فراموش نمیکنید و آبونه شدن رو با کانال پیشرفت تیوی فراموش نمیکنید آهسته میرسیم به بخش پنجم برنامه و باید بگویم که برنامه ما در همکاری با تینکوف بانک منظور شما میشود از خدمت رسانی های وسیعش ثمرناک استفاده برید بخش پنجم است در بخش پنجم فرهناز یک طعام با لذت تاجیکانه را آماده میکند ما با کمانده با گروه ایجادی یک جای نوش جان میکنیم و با همین برنامه را حسنی انجام میبخشیم بخش پنجم برنامه با زمزمه یک ترانه بسیار زیبای خلقی شروع میشود و گفتیم یک طعام بسیار با لذت قروتابی تاجیکی با مزه آماده میکند فرهناز تمام محصولات ها آماده‌اند شروع میکنیم همین لحظه اگر باز یکون زمزمه سرود شود به به تمام مهاجران لذت میبرند دندان صدف و قلفی صدف پیشی برو زنجیره و سلسله و گوشواری زرو در کاکولکام ستاره باران غلطی تو دل من میابی نیایی رحقتی برا او رحقتی تو دل من میابی نیایی رحقتی هی برا او رحقتی کم تا گوش نریزیم بریزیم ها ayda hanım avraftı sen öyle کم تا گوش کم تا گوش بریز شیت آها آها انا هو کو او و پیش زور شد بکو که دهنم آورم و گاره نیز دور شد انا فاتیره میگیریم
انا میخوای باید کنی. دوستان عزتمند با یک فرهمندی آماده شد از عمق دل با مایلی بسیار تام قروتابی اوچگی میگن تیار کرد فرهناز نازنین با بسم الله الرحمن الرحیم همراه پرویز عزیز پرویز برادر ما منیجر نمبر 1 فرهناز انسانی بسیار باورینک انسانی نزدیک فرهناز که در این ثبت بند بسته برنامه خیلی به ما کمک کرد همچون رئیسور تشکر پرویز جان همراه فرهناز اگر اجازت باشد بسم الله الرحمن الرحیم ختم بسیار گشنه بگی بسم الله الرحمن الرحیم پرویزم دو باش دفعش برنامه یا زفتر کلگی نیستیم یا که در حقیقت به مزه یا به خدا گابنه بیا در برابر حافظگی یکان جو شیخ بابر کار که یکان خورده خونه ده نمیشه با میشه در رسپت هم میگن در به مزه گیرن تشکر نور بعد روی عزیزیم مرحمت کنیم بیاین یا جویا من میدونم که بسیار ای دهنای شما هم آب رفته سعی نکنیم مرحمت کنیم از نام گروه ایجادی کانال پیشرفت و تمامی تماشابینان به فرهناز نازنین جهانی سپاس میگویم برای اشتراک برای هنرهای زیبایش. ببینید که چگونه کودکان این دهه او را دوست می‌دارند همگی میخوان که با او عکس بگیرند و واقعا هم این لحظه ها بسیار لحظه های زیبا و خاطرمان بود. پرواز بلند ایجادی را برایش تمنا داریم.